به نام خدا، سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من آرش هستم و توی کانالم محتوای آموزشی مرتبط با هوش مصنوعی و همچنین علوم کامپیوتری قرار میدم. اگر به اینجور محتوا علاقه‌مند هستید خیلی خوشحال میشم بیاید تو کانالم و سابسکرایب کنید. توی این ویدیو میخوام در مورد بحث وایب کدینگ و حالا این کدینگ ایجنت ها که خیلی مطرح شدن صحبت کنم. به خصوص یکی از این ایجنت ها به نام اوپن کد که یک ایجنت اوپن سورس هست که میتونید به صورت کاملا رایگان استفاده کنید و داخل خودش هم یک سری مدل های رایگانی داره که باعث میشه شما یک تجربه وایب کدینگ کاملا رایگان و بدون صرف هیچ هزینه‌ای داشته باشید که به نظرم خیلی باحاله. و در بخش دوم ویدیو با همدیگه از صفر یک اپلیکیشنی رو با استفاده از همین اوپن کد پیاده سازی میکنیم که ببینید واقعا چقدر کارها راحت شده و در زمان خیلی کم و با صرف زحمت خیلی کم و حتی با دانش خیلی کم میشه چه کارهای بزرگی انجام داد. به خصوص اگر شما در کار محصول هستید و یک ایده‌ای دارید، میخواید که یک MVP یا همون حالا دمویی از محصولتون خیلی سریع ایجاد کنید که بتونید منظورتون رو برسونید که چی تو ذهنتونه، واقعا با یه همچین ابزارهایی میشه در زمان خیلی کم به بهترین نتیجه رسید. و خب این برای کسایی که قبلا تجربه این کار رو ندارن به نظرم شروع خیلی خوبی میتونه باشه. حالا من برای چی کلا تصمیم گرفتم این ویدیو رو ضبط کنم؟ به خاطر اینکه حالا خود من قبل از این خیلی با این ایجنت هایی مثل کلاد کد و کرسر و اینها زیاد کار نکرده بودم و خب به نظرم با توجه به این تغییراتی که داره اتفاق میفته، این LLM ها خب خیلی خوب شدن، این ایجنت ها مطرح شدن و زیاد مورد استفاده قرار میگیرن و داخل ایران به خاطر اینکه قیمت اشتراک این سرویس ها وقتی تبدیل میکنید خیلی زیاد میشه، باعث شده که اینا خیلی فراگیر نباشه و یعنی بچهای زیادی نرن و امتحانشون کنن و مثلا نسخه‌های مختلف رو تست کنن از شرکت‌های مختلف و ببینن مثلا چی به چی ابزاراشو کار کنن و این یه مقدار باعث شده که تو این بحث به نظرم عقب بیفتیم. حالا کسایی که داخل شرکت‌ها و اینها هستن یا مثلا پروژه اینا میزنن به صورت فریلنس احتمالاً کار کردن با این ابزارها و اشتراکی یکیش رو دارن، ولی خب میگم خیلی هم هنوز تست نکردم. به نظرم اوپن کد از این نظر میتونه آپشن خیلی خوبی باشه برای شروع استفاده از این کدینگ ایجنت ها یا کدینگ اسیستنت هایی که به شما در برنامه‌نویسی کمک میکنن با استفاده از هوش مصنوعی. حالا که اصلا وایب کدینگ و کدینگ ایجنت ها چی هستن؟ وایب کدینگ که حالا یه اصطلاحیه که فکر میکنم اولین بار آندره کارپتی استفاده کرد، کوفاندر اوپن ای آی، که حالا الان با این معنا استفاده میشه که در واقع برنامه‌نویسی بدون نوشتن کد، که شما یعنی با استفاده از پرامپت ها و اینها مشخص کنید که هدفتون چیه و اون ایجنت LLMی که حالا هست و اون محیط ایجنتی که دارید این کار رو در واقع براتون انجام بده. حالا اینکه اصلا خود این کدینگ ایجنت ها چی هستن، حالا با جمینای اگر صحبت کنیم، وادر کدینگ ایجنتس، خب ببینید میگه که در واقع اینها یک اسیستنت هایی هستن که فقط در واقع کد نمی نویسن و وقتی که ازشون بخواید they can actually think, plan and build entire software features for you، یعنی یک سری مراحل مختلفی رو طی میکنن. اول در واقع پلن میریزن که حالا داخل اوپن کد هم بهتون نشون میدم به چه صورته، که شما دقیق میخواید چه کاری انجام بدید رو براشون مشخص میکنید و در یک چرخه‌ای از اکزیکیوت و فیدبک اینها در واقع build entire software features به صورت در واقع فیچرهای نرم افزاری کامل رو براتون انجام میدن. حالا شما حتما با چت بات ها کار کردین، سایت هایی مثل چت جی پی تی یا مثلا کلاد، جمینای، سایت های اینا که میرید در واقع اونها این چت بات ها هستن که یک LLM پشتشونه و حالا یک سری تولز دارن که اینا رو صدا میزنن. حتما اکثریت از اینا استفاده کردید و برای برنامه‌نویسی هم شاید استفاده کرده باشید. ایرادی که خب شما با چت بات اگر بخواید دیولپ انجام بدید داره اینه که خب مثلا فرض کنید یک کد به شما میده، این کد شما خودتون میبرید اجرا میکنید، یک اروری میخوره، ارور رو دوباره کپی میکنید میارید توی چت بات پیست میکنید، دوباره اون کد رو تغییر میده، دوباره این تغییر یافته رو باید ببرید اجرا کنید و خب یه مقدار سخت و زمان بره دیگه، فرسایشی، حتما خودتون تجربهش رو داشتید. اینجاست که در واقع این ارزش این کدینگ ایجنت ها معلوم میشه. چرا؟ چون اینا ایجنتیکن و همونطور که گفتم توی یک چرخه‌ای این کارا رو انجام میدن. خودشون اول آنالیز انجام میدن که میان کامل کد بیس شما رو میخونن، میگم همه اینا رو میبینیم بعدتر
وقتی از اوپن کد میخوایم استفاده کنیم و کامل کد بیس شما رو میخونن و میفهمن که اون پروژه‌ای که در حال حاضر دارید چیه، یا اینکه براتون ایجاد میکنن اون کد بیس رو اگر از اول میخواید در واقع این کار رو انجام بدید. برنامه‌ریزی میکنن، کد رو مینویسن، ادیت میکنن و نکته مهم اینه که اینا خودشون اون کدی که نوشتن رو میان تست میکنن، اگر به مشکلی بخوره، اروری بخوره، خودشون دیباگ میکنن و انقدر این چرخه رو ادامه میدن تا زمانی که دیگه اون کد بدون ارور باشه و اجرا بشه و اونو به شما ارائه میده و بعد شما اگر تغییری لازم باشه در گام بعدی اعمال میکنید. یعنی اینجوری نیست که دیگه یه کدی به شما بده و کد مثلا ارور بخوره، دوباره ارور رو بخواید براش بیارید. همه این کارا رو خودش انجام میده. ایجنتیک بودنش به همین معناست که حالا اینها البته مموری های مختلفی دارن، ولی فرض کنید که چندین LLM داریم که یکیشون کار نوشتن کد رو انجام میده، یکیشون کار دیباگ رو انجام میده و کاملا عاملیت دارن و فرآیند مختلف رو براتون انجام میدن و در نهایت یه کدی که با احتمال بالایی خیلی خوب کار میکنه و درست هست بهتون ارائه میدن. خب حالا اینجا یه جدولی آورده تفاوت AI اسیستنت ها و کدینگ ایجنت ها که خب احتمالاً همون چت بات ها منظورشه، که میگه اتونومی علاوه اینکه چقدر خودکار باشن چت بات ها و اینها پایینه دیگه در واقع اتونومیشون. داخل ایجنتیک ها مثل حالا کرسر و آنتی گراویتی و همین اوپن کد و کلاد کد و اینها میگه اتونومی بالاست، یعنی خودشون در چندین استپ مختلف کارها رو انجام میدن. کانتکست ویندو در واقع اون LLM ها چقدر محتوای قبلی رو میبینن، میگه خب توی این چت بات ها اینا در واقع محدوده به اون چتی که دارید دیگه، ولی اینها کاملا یه ریپوزیتوری کامل رو مورد بررسی قرار میدن و دسترسی دارن و همه رو میخونن. و در مورد اکزیکیوشن میگه اونها کد نمیتونن ران کنن. مثلا شما تو سایت چت جی پی تی مثلا دیپ سیک اگر برید طبیعتاً نمیتونید کد ران کنید، فقط کد به شما میده و خودتون باید ران کنید، ولی اینا خودشون میگه میتونن ترمینال باز کنن، تست انجام بدن و دیباگ کنن حتی ارورا رو. و ورک فلوشون، اون جریان کاری که انجام میشه در واقع اون چت بات لینیره، یعنی پرامپت میدید و به شما ریسپانس میده. برای کدینگ ایجنت ها یک چرخه است، یعنی برنامه‌ریزی میکنن، انجام میدن، بررسی میکنن، تست میکنن و بر اساس اون فیدبک هایی که میگیرن این چرخه رو هی تکرار میکنن. و حالا انواع اینا رو حتما به گوشتون خورده دیگه، مثلا کرسر که فکر میکنم جزو اولینا بود که یه فورکی از VS کد هم هست، کودکس از اوپن ای آی یا کلاد کد و گوگل هم آنتی گراویتی رو داره. فکر میکنم مثلا شما اگه چت جی پی تی پرو داشته باشید دسترسی به کودکس هم دارید، یا کلاد پرو اگر داشته باشید فکر میکنم از کلاد کد هم میتونید استفاده کنید که حالا اینا رو باز بیشتر خودتون بررسی کنید. و حالا کلا این سرویس ها توی خود خارج هم سرویس گرونی به حساب میاد، یعنی اشتراکاشون، و خب خیلی سعی میکنن که در واقع توکن مصرفیشون رو بهینه کنن و مثلا یه جوری پرامپت بدن که خیلی توکن مصرف نشه، یا حالا یه سری آموزش‌ها بود که مثلا PDF اگر میخواید بدید PDF رو مستقیم ندید، PDF رو بدید به فلان ابزار تبدیلش کنه به این فایل جیسون، مثلا اون رو بندازید توی در واقع ایجنتتون. یه همچین چیزایی هست و حتی مثلا یه سری میم هایی هم براش ساخته شده، مثلا مثلا نشه this guy thought Claude to talk like a caveman and cut token usage by 75%. نوشته که این یارو به کلاد کد یاد داده که مثل یک قارنشین صحبت کنه و این باعث شده که توکن مصرفی کلادش 75% کاهش داشته باشه. که خب حالا شوخیه دیگه، منظورش اینه که چه تریکایی میاد هی که مثلا چطور کاهش بدیم چیز مصرفمون رو. آره خلاصه اینا سرویس گرونی حساب میشن و خب اینجاست که اهمیت یه چیزی مثل اوپن کد معلوم میشه دیگه، که یه سرویس رایگان به شما داره میده و حتی داخل خودش هم مدل‌های رایگانی داره برای کسی که واقعا میخواد اینا رو امتحان کنه. و یا فرض کنید که چقدر راحت الان دیگه میشه توی زمان کم و با یه زحمت و حتی دانش کم یه نفر فرض کنید کارش محصوله و میخواد مثلا یه دمو و حالا MVP از محصولش بسازه، یه ایده داره و میخواد یه ایده اولیه رو پیاده کنه و یه چیزی داشته باشه برای نمایش که بگه من ایده‌م یه همچین مثلا اپلیکیشنیه. خب و چقدر راحت واقعا با یه همچین ابزاری مثل اوپن کد میشه این کار رو انجام داد. هدفم از اینکه این ویدیو رو ساختم اینه که شما هم آشنا بشید باش. خب اگه بخوایم ببینیم حالا چطور میشه نصبش کرد و استفاده کرد، داخل سایتش که بشید همین آدرس opencode.ai این بالا که نوشته دانلود اگر برید، خب حالا هم ترمینال بیس میتونید استفاده کنید، یعنی داخل ترمینال باز میشه مثلا اون کلاد کد و اینا،
هم اینکه نسخه دسکتاپ داره، یعنی مثل یک برنامه بتونید باز کنید. حالا من چون رو لینوکس هستم، همین دستور اول که با کرل میاد و دانلودش میکنه رو اگر داخل ترمینال بزنید خیلی راحت با همین دستور نصب میشه. حالا من چون از قبل دارم، می‌نویسه که در واقع نسخه آخر همین الان موجوده و با همین یه دستور واقعا خیلی راحت نصب میشه. و یا نسخه دسکتاپ اگر لینوکس بخواید دبیان میتونید دانلود کنید و یا نسخه ویندوزش رو میتونید دانلود بکنید که حالا حجمش هم 115 مگه که این رو نصبش بکنید. بعد از اینکه نصب کردید داخل لینوکس، برید توی اون دیرکتوری که میخواید در واقع پروژه رو ایجاد کنید. حالا من اسمش رو گذاشتم اوپن کد تست و اینجا اوپن کد رو صدا بزنید که داخل همین محیط ترمینال در واقع اوپن کد رو برای شما باز میکنه که این خب صفحه اصلی اوپن کد هست که این وسط شما میبینید جای پرامپت نوشتن هست. اینجا مدلتون رو نوشته که حالا مدل بیگ پیکل که من یه سرچ کردم فکر میکنم در واقع همون مدل GLM 4.5 هست اگر اشتباه نکنم. و اینجا هم اون مود شما و اون ایجنتی که دارید استفاده میکنید که حالا در موردش توضیح میدم. و دو تا دکمه هم نوشته، یکی تب که نوشته بین ایجنت هاتون میتونید سویچ کنید و کنترل پی که کامنت هایی که هست رو میاره. شما وقتی حالا داخل همین باکس پرامپت نوشتن هستید، اگر تب رو فشار بدید، همونطور که میبینید از بیلد رفت روی پلان ایجنتمون. که فرق اینا چیه؟ پلان در واقع وقتی است که شما هنوز نمیخواید اصلا کدی نوشته بشه یا تغییری توی کد بیستون ایجاد بشه و صرفا میخواید باهاش صحبت کنید و ایدهتون رو بهش بگید و مطمئن شید که درست متوجه شده. خب تا زمانی که در واقع ایجنت شما روی پلان هست و صحبت میکنید، هیچ کدی نوشته نمیشه و هیچ کدی تغییر پیدا نمیکنه و حتی اگر بهش بگید که مثلا فلان بخش کد رو تغییر بده، میگه که من الان روی در واقع مود پلان هستم و نمیتونم اکزیکیوت انجام بدم. و زمانی که روی بیلد باشه، شما صحبت که میکنید، اگر جایی نیاز به تغییر باشه در کد، تغییر رو اعمال میکنه. داخل محیط ویندوز هم همین فایل اگزی که دانلود کردید رو کافیه که اجراش کنید و خودش شروع میکنه به نصب کردن و بعد از اینکه نصبش تموم شه هم خودش اوپن کد رو باز میکنه براتون. بعد از اینکه اوپن کد باز شد، از این منوی این سمت دکمه اوپن پراجکت رو که بزنید، مثل همون لینوکس که در واقع وارد یک دیرکتوری شدیم و اونجا اوپن کد رو باز کردیم، اینجا هم برای پروژهمون باید یک محلی در نظر بگیریم. حالا مثلا اسمش رو میذاریم پروژکت تست، واردش میشیم و این دکمه سلکت فولدر رو میزنیم و اون فولدر که حالا الان خالی هم هست و هنوز کدی درش نیست، به عنوان در واقع محلی که پروژه درش پیش میره و فایل ها اونجا ایجاد میشه مورد استفاده قرار میگیره. و خب همون آیتم هایی که جلوتر توضیح دادم، مثل ایجنت های بیلد و پلان و همچنین انتخاب مدل ها رو در ویندوز به این صورت داریم که میتونید از این منوها انتخاب کنید. این لیست مدل ها هست که اون چند تا اول مدل های رایگانی هست که داره و میتونید به صورت رایگان استفاده کنید و باقی چیزها از اینجا به بعد میشه گفتش که بین لینوکس و ویندوز شبیه و من حالا روی لینوکس جلو میرم، ولی فرآیند کاملا شبیه و شاید فقط همین نصب و مشخص کردن محل اون کد بیسمون بود که متفاوت بود که اون رو خدمتتون توضیح دادم. خب حالا در بخش اول پیاده سازی هامون من دوست داشتم که یک پروژه رو با استفاده از پرامپت های خیلی ساده، یعنی بدون در نظر گرفتن حالا هیچ نکته‌ای، همینجوری ما اوپن کد رو باز کنیم و با استفاده از یه سری پرامپت های معمولی کاری که شاید در حالت عادی خیلی زمان بر باشه رو توی زمان خیلی کمی انجام بدیم. حالا برای همینجوری دستگرمی الان خب من داخل این پوشه هستم که خالیه و هنوز هیچ فایلی درش نیست. حالا نمیدونم بازی فلپی برد رو چقدرتون بازی کردید، همون بازی که یه پرنده است که شما با هر تپی که انجام میدید میپره و از بین یه سری لوله‌های سبزی رد میشه که هم جالبه هم رو مخ یه ذره و فکر می‌کنم به خاطر همینم یه بار از پلی استور حذف شده، به خاطر اینکه خیلی بازی رو مخی بوده. میخوام نشونتون بدم که ما اینو با یه تک پرامپت میتونیم در واقع با استفاده از اوپن کد بسازیم. خب بهش میگم که make a flappy bird game. خب من حالا پرامپتام رو انگلیسی می‌نویسم
طبیعتا خب عملکردی که از انگلیسی میگیریم احتمالاً بهتره، اما فارسی رو هم امتحان کردم و در واقع توی اوپن کد میتونید با حالا مثلا این مدل بیگ پیکل فارسی هم بنویسید و اصلا مشکلی نداره. خب می نویسم که میک فلپی برد گیم و همین رو اینتر میزنم. این صفحه‌ای که باز میشه فرایند در واقع ایجاد کد رو تو بخش مختلفی به شما نشون میده. این سمت راست اولا نشون میده که چند تا توکن تا اون لحظه‌ای که این کدها رو داره جنریت میکنه استفاده کرده، که این چند درصد از اون کل توکن‌های حالا فری که دارید. که البته این نکته رو هم بگم، این رو من هیچ وقت ندیدم 100 بشه، یعنی من به محدودیتی نخوردم. حالا اینم بگم که این چقدر سریع ایجاد کرد و تموم شد. بنابراین این درصدا رو خیلی نگرانش نباشید، یعنی حالا فکر می‌کنم اگر اون سشن رو ببندید دوباره باز کنید، حالا یا ریست میشه یا کمتر میشه. خلاصه من توی تستایی که خودم انجام دادم با اینکه عدد خیلی بالا رفت، ولی هیچ وقت این 100% نشد که بگه دیگه نمیتونی استفاده کنی. بنابراین این اوکیه. اینجا این صفحه در واقع این کدی که نوشت رو نشون میده و حالا مراحل مختلف رو هم حالا اگه در چند بخش باید انجام میشده به شما میگه. و در نهایت نوشته که دان انجام شد. The Flappy Bird game is ready at index.html. یه بازی Flappy Bird توی فایل index.html. Open it in a browser to play. توی یک براوزر بازش کنید و در واقع بازی کنید و بازی رو توضیح داده. خب حالا بریم توی اون فولدری که من درش با استفاده از اوپن کد این فایل ایجاد کردم. این همون فایل ایندکسیه که ساخته، که خب همونطور که میبینید یه نسخه اولیه از بازی فلپی برد ایجاد کرده با یه دونه تک پرامپت و خب این واقعا جالبه دیگه. و خب فیزیک بازی و این جاذبهش که این پرنده پایین اومدنشونه واقعا شبیه بازی اصلیه و اصلا تفاوت زیادی حس نمیشه. و همونطور که میبینید حالا درسته که HTML ارور هم نمیخوره دیگه، ولی کدی به شما تحویل میده که در واقع کار میکنه، یعنی در رفت و برگشت‌های خودش کد رو بررسی میکنه که حالا قبلتر با هم راجبش صحبت کردیم و در نهایت یک کدی به شما میده که با احتمال بالایی کار میکنه. حالا ما فرض کنید که میخوایم یک تغییرات ایجاد کنیم. این پرنده خب خیلی ساده و خیلی شبیه بازی نیست، درسته؟ میخوام بهش بگم که در واقع گرافیکای اون چیزه رو، پرنده رو بهبود بده و حالا مثلا improve the game graphics، گرافیک خود بازی رو هم یه مقدار ارتقا بده. که خب من این رو باز دوباره نوشتم و اینتر زدم. می‌نویسه thinking، داره فکر میکنه، یک ثانیه فکر کرد و شروع میکنه به بیلد کردن. و خب دقت کنید ما الان روی پلن بیلد هستیم، یعنی روی ایجنت بیلد هستیم که خب این با تب تغییر میکنه. چرا؟ چون من باهاش الان هماهنگی نمیکنم که مثلا بگم خب حالا چیکار کنیم، مثلا نظر بپرسم و ایده خودمو بگم. الان صرفا دارم یه چیزهایی رو اعمال میکنم، یعنی میخواستم که این اعمال بشه و به خاطر همین توی بیلد بوده. اگه نه حالا تو بخش بعد با هم دیگه راجبش توی ایجنت پلن با هم صحبت میکنیم و بعد میگیم که بیلد کنه. خب میگه که دان میجر گرافیکس اوورهال، یعنی گرافیکو تغییرات اساسی دادیم و بهبود دادیم. حالا توضیح داده که هر کدوم رو چیکار کرده، پرنده رو چیکار کرده، بک‌گراند رو چیکار کرده، یو آی بازی رو چیکار کرده. بریم ببینیم تغییری که داده به چه صورت. خب همونطور که می‌بینید خیلی خفن‌تر شد دیگه. هم پرنده ها رو تغییر داد، هم لوله ها و اینا الان سایه دارن و مثلا اون زمین تغییر میکنه و اینا. خب حالا فرض کنید که میخوایم یه مقدار مثلا بازی رو سخت‌ترش کنیم و مثلا لوله ها سرعت حرکتشون هر چقدر که امتیاز میره بالاتر در واقع حرکت کنن و سرعتشون بیشتر بشه. خب الان من میخوام یه مشورت بکنم باهاش، ببینم که چیکار میتونیم بکنیم. تب رو میزنم و میرم روی ایجنت پلن و بهش میگم که توی پلن وقتی هستیم این دیگه کدی رو تغییر نمیده و فقط صحبت میکنه تا زمانی که مجدد شما اینو توی پلن بیلد قرار بدید. مثلا what can we do to make the game harder. ازش میپرسم چیکار میتونیم بکنیم که بازی رو در واقع سخت‌ترش کنیم. خب یه سری الان به من پیشنهاد داد، میگه یه سری متد هایی که باش میتونی سختی بازی رو زیاد کنی. faster pipes یعنی اون لوله ها سریعتر حرکت کنه، همون ایده که خودمون گفتیم. smaller gaps فاصله کمتر باشه و به مرور هم کمتر بشه. more frequent pipes لوله‌های بیشتری داشته باشیم و جاذبه هم به مرور زمان در واقع افزایش پیدا بکنه، یعنی پرنده هی کشیده بشه به سمت پایین. خیلی ایده جالبه دیگه، درسته؟ حالا من میتونم اینو چند رفت و برگشت تو این پلن
باهاش صحبت کنم، بگم مثلا میشه اینجاشو اینجوری کرد، اونجاشو اینجوری نکن، اونجاشو اینجوری کن، و بعد اینو بذارم روی ایجنت بیلد. خب من الان حالا میخوام همین چیزی که صحبت کردیم رو در واقع اجرا کنه. خب تب رو میزنم، میام روی بیلد و مینویسم که خوبه مثلا please change the code and apply this و اینایی که صحبت کردی رو در واقع روش اعمال کن. که خب الان روی بیلد هستیم، بنابراین میتونه کد رو تغییر بده و بهبود بده. خب ببینید اینجا هم حتی به شما نشون میده که کدی که داره تغییر میده چی رو به چی تغییر داده. که خب الان نوشته که اینه که مثبت داره بغلش، یعنی خطا اضافه شدن، یه تابع اضافه کرده get difficulty، بعد که احتمالاً برای اینه که بر اساس اون زمانی که درش هستیم و اینا تشخیص بده که الان باید چه شرایطی بازی داشته باشه، جاذبه چطور باشه، سرعت چطور باشه. که همونطور که می‌بینید مثلا سرعت رو با یه ضریب خطی زیاد میکنه، جاذبه رو زیاد میکنه و حالا تغییرات دیگه. و مثلا این خطا رو حذف کرده، این خطا رو اضافه کرده، همه رو برای شما می‌نویسه و در نهایت نوشته done the difficulty now scales progressively with your score. حالا سختی بازی هر چقدر که امتیازتون بره بالاتر در واقع بیشتر میشه. بریم ببینیم تغییری که داده چیه. همین رو ریفرش میکنیم. حالا اگه بتونیم امتیازمون رو زیاد کنیم. خب الان من واقعا حس میکنم که پرنده داره انگار سنگین تر میشه و هی باید کلیک های بیشتری بکنم تا بتونم ببرمش بالا. و خب میبینید که سرعت هم داره زیاد میشه و واقعا داره سخت میشه بازی. بنابراین کاری که ازش خواستیم درست انجام داده، واقعا داشت سخت میشد و هی باید تون کلیک میکردی و سرعت هم زیاد میشد. حالا فرض کنید که اینم من گفتم بگم توی همین مثال. حالا این یه فایل تک فایل HTML به من داده دیگه. خب خیلی واقعا توی برنامه‌نویسی انجام میدن اینجوری نیست که ما یه تک فایل ببریم جلو. خب معمولا ماژولاره و فایل‌های مختلف داریم. حالا ازش میخوام که make the code modular not a single file، یعنی یه ذره کد بیسمون رو حرفه‌ای‌تر کنه که ببینیم در واقع قابلیتش رو در این که حتی میتونه توی یک فایل به صورت ماژولار تمامی فایل‌ها رو خودش ایجاد کنه رو هم با هم ببینیم. خب ببینید جالب بود، اینم می‌خواستم نشون بدم که خوب شد ایجاد شد. این منوی بغل ببینید یه منو هم یک تیتر ایجاد کرده به نام تو دو، یعنی کارهایی که باید انجام بدم. خب دونه دونه اینا رو میره و تیک میزنه. ببینید ایجنتیک بودنه اینجا مشخص میشه. این اگه الان یه چت بات ساده بود، مثلا توی چت جی پی تی بود، شما یه چیزی بهش میگفتید و یک جوابی جنریت میکرد و اون کاری که میخواستید انجام میداد. این میاد ایجنتیک عمل میکنه، یعنی میگه خب اول رفته مثلا با خود LLMش میره فکر میکنه که خب من الان میخوام این کد رو ماژولار کنم، مثلا بخشا چیه، بخشا رو ایجاد میکنه، استپایی که بعد انجام بشه رو ایجاد میکنه و بعد میره هر کدوم این استپا رو چی انجام میده. خب یعنی اینها رو همه رو خودش هندل میکنه، در صورتی که اگر یه چت بات باشه اون خروجی که به شما میده رو شاید مجبور باشید خودتون انجام بدید در چند رفت و برگشت و اینا. که خب ببینید الان تک تک اینا رو انجام داد. حالا چند تاشو برای نمونه با هم ببینیم. create directory structure، یعنی برو اون ساختار اون فولدرمون اول ایجاد کن. extract constants.js، برو فایل constants.js رو ایجاد کن و کدهای مرتبط باهاش رو از این کدی که داریم اکسترکت کن، یعنی اون چیزی که باید بره توی اون فایل رو جدا کن. همین کار رو برای تمامی این فایل های دیگه هم بکن. update index.html to use modules and link css، برو حالا فایل index.html رو آپدیتش کن که از این ماژولامون استفاده کنه به جای که یه تک فایل باشه و css رو هم بهش لینک کن. فایل css رو ایجاد کن. اینم جالبه، verify game loads and runs correctly، برو و وریفای کن، یعنی اطمینان حاصل کن که بازی لود میشه و به خوبی اجرا میشه. ایجنتیک بودن رو اینجا بهتر متوجه شدید و در نهایت هم کاری که انجام شده رو مینویسه. خب بریم فولدر رو ببینیم. فولدر رو الان نکنید تبدیل به چی شد، از یه تک فایل ماژولار شد که یک فولدر JS داره که همه فایل های JS توشه. مثلا UI.js رو نگاه کنید و یه فایل CSS که استایلا توشه و در نهایت فایل ایندکس در واقع اصلیمون هست که اینم اگر با
ادیتور باز کنیم که خب می‌بینید دیگه توی فایل اصلی index.html ما خیلی کدی نداریم و ماژولار شده دیگه که خب واقعا جالبه دیگه. اینجا که JS است، اینجا هم استایل شیتمونه لینک شده و کد تبدیل به ماژولار شد. این یه نمونه خوب از اینکه ما واقعا با فقط پرامپت های خیلی ساده میتونیم کارهایی که در حالت خیلی زمان برن انجام بدیم و یعنی لزوما اصلا هیچ پیش زمینه و دانشی نیاز نداره. فقط شما باید این اوپن کد رو و حالا یکی از این کدینگ ایجنت ها رو بتونید ران کنید و با پرامپت های خیلی ساده ازش استفاده بکنید. حالا توی مثال بعد یه ذره روی پرامپتمون کار میکنیم که ببینیم برای پروژه پیچیده تر میتونیم پرامپت های خیلی با استراکچر بهتر بدیم و طبیعتا نتیجه های بهتری هم بگیریم. خب توی بخش دوم پیاده سازی هامون میخوام این اپلیکیشنی که حالا یه مدت پیش خودم واقعا بر اساس نیاز ساختمش که چیه، اسمش حالا گوشم رست روتین، که میاد و روتین خواب شما رو ثبت میکنه که حالا اینه که اینجا هست سامپل و در واقع مثال برای نشون دادن نحوه کار برنامه است که خب میگن دیگه علاوه علمی میگن که در واقع اینکه شما چند ساعت میخوابید مهمه، ولی اینکه از کی تا کی میخوابید هم خیلی مهمه. یعنی مثلا 8 ساعت از 3 صبح بخوابید تا 11 صبح شاید اصلا خیلی خواب خوبی نباشه، ولی مثلا شما 10 شب بخوابید تا 6 صبح تو جفتش 8 ساعت خوابیدی، ولی دومی خیلی خواب درست حسابی تریه و در واقع اون عملکرد حالا هورمون‌ها و اینجور چیزا خیلی مهمه که چند میخوابید. بنابراین همچین چیزی میخواستم که همونطور که میبینید یه هیستوری داره که روزهای اخیر رو نشون میده، یک امتیازی به خواب شما میده، اینکه از چند تا چند خوابیدید و مدتش چقدر بوده. با یه فرمولی ها رو براش نوشتم که یک امتیاز حساب میکنه و به شما میده که خب اینجا نوشته مثلا 8 ساعت خوابیده از 23 تا مثلا 7، اینجا 9 ساعت از 2 تا 11 و بر اساس اون کیفیت خوابی یک رنگی هم در نظر میگیره که خوب بوده یا بد بوده. مثلا ببینید الان این 9 ساعت خوابیده ولی این 8 ساعت خوابیده، خب ولی این از 11 شب بوده تا 7 صبح، روز قبلش از 2 صبح بوده تا 11 صبح، خب این طولش بیشتره، ولی چون که دیر خوابیده طرف امتیاز این روز کمتر شده. خب و میتونید مثلا فرض کنید روز بعد رو میخوای اضافه کنی، این مثبت رو میزنی و اینجا انتخاب میکنی. از توی تنظیماتش میتونید تقویم رو بذارید روی شمسی که همونطور که میبینید تاریخ ها شمسی میشه و حالا مثلا فرض کنید یه روزی رو حالا انتخاب میکنید و اینجا هم میزنید که از چه ساعتی تا مثلا چه ساعتی خوابیدید و این پایین اون امتیازتون رو نشون میده که چنده. یه دونه مودم براش گذاشتم حس و حال اون روزت هم بزنی، خب که یه جورایی اون ربط اون خوابه با حس و حالت هم برای خودت جالبه دیگه. مثلا فرض کنید اون خوب خوابیده و حس خوبی داره و سیو رو میزنید و این اضافه میشه این بالا. خب حالا مثلا چند تا دیگه همینجوری بزنیم، اگه جایی هم بیشتر شه دیگه باید اینو بزنید که کامل هیستوریتون رو نشون بده. این بالا هم یه خلاصه ای از 10 روز گذشته امتیازتون رو نشون میده که چطور بوده اوضاع. 5 روز مثلا خواب خوب بوده، 2 روزش تعریفی نبوده و اینم روزاییه که تعداد روزاییه که مثلا خوابتون بد بوده. اینجا یه کلندر هم داره، تقویم داره که روزاتون رو میتونید بر اساس رنگ ببینید، یعنی این روزا رو که ثبت کنید تمام اینا رنگش مشخص میشه و خب یه دید خوبی به شما میده دیگه. و اینجا هم همون تقویمه میتونید میلادیش کنید. اینم که تنظیماتشه که دارک مود داره، میتونید داداتون اکسپورت کنید به صورت فیلم کنید، فایل جیسون ذخیره میشه و دوباره میتونید ایمپورتش کنید و اینم ریستارتی که کامل ریست میکنه همه چی رو. بنابراین این میشه اینکه چطور کار میکنه. حالا ما اینو میخوایم از اول با استفاده از اوپن کد با استفاده از سری پرامپت خوب بسازیم که ببینید واقعا چقدر کارها ساده شده و میشه یه همچین اپلیکیشنی که شاید در حالت عادی خیلی زمان برده باشه رو توی زمان خیلی کمی در واقع پیاده سازی کرد. و این خوراک کسایی که میخوان در واقع فرض کنید چه میدونم یه ایده استارتاپی دارن، دنبال اینن که در واقع MVP بسازن از محصولشون. MVP مخفف مینیمم وایبل پروداکت اگه درست بگم، که یه حالت دموتوری از محصولیه که شما تو ذهنت داری که اونو بسازی که نشونه بقیه بدی که ایده من اینه، مثلا میخوام همچین کاری بکنم. خب بتونید ایدهتون رو شرح بدید و خب با استفاده از این کدینگ ایجنت ها و به خصوص اوپن کد که رایگان هم هست، شما میتونید خیلی راحت و بدون صرف هیچ هزینه این ایده های خودتون رو عملی کنید که بتونید ارائهشون بدید. خب توی بخش بعدی پیاده سازیمون میخوایم بریم و یه مقدار حرفه‌ای‌تر این نرم افزاری که راجع بهش صحبت کردم رو از اول با استفاده از فقط اوپن کد و فقط پرامپت دهی
سعی کنیم که بسازیم. حالا من این وسط یه تقلبی کردم، ولی دوست دارم این تقلب رو به شما بگم که در حینش یه چیز دیگه هم بهتون یاد بدم. خب من میخواستم پرامپت های به اصطلاح حالا میگن استراکچرد، یعنی ساختارمندی رو داشته باشم که بیام با اون به شما نشون بدم که ما برای اینکه پرامپت هامون بهتر باشه توی این کدینگ ایجنت ها چطور باید پرامپت بدیم. خب که توضیح بدید که چی میخواید بسازید، فیچرهایی که میخواید داشته باشه رو بهش بگید، ترجیحاً جدا جدا، و همه اینا متناسب با همین که میخوایم از اول بسازیم. و مثلا در مورد دیزاینش بیاید توضیح بدید چطور باشه با اینا. خب اما اینو من خودم ننوشتم. چیکار کردم؟ من خب اون اپلیکیشن چون از قبل ساخته بودم و داشتم، اومدم کد اون اپلیکیشن رو دادم به چت بات، دادم به جمینای و گفتم که این کد منه، بیا متناسب با این پرامپت های ساختارمند اینجوری اونجوری فلان اینجوری درست کن که من بتونم از اون پرامپت استفاده کنم برای ساختن یه همچین اپلیکیشنی. خب یعنی یه جورایی برعکس مسیر رو رفتم. یه اپلیکیشنی که ساخته شده بود رو کدش رو دادم به یه چت بات، گفتم پرامپتی که یه همچین چیزی رو بخواد بسازه به چه صورت مثلا میتونه باشه. خب و گفتم اینو قدم به قدم بده که ما قدم به قدم با هم جلو بریم، یعنی اول کلیاتش رو بسازیم، بعد آروم آروم جزئیات بهش اضافه کنیم. خب حالا اون چیزی که می‌خواستم بهتون یاد بدم این وسط چیه؟ یه ابزار خیلی به درد بخوری هست که شما اگه حالا از ریپوزیتوری های گیت هاب زیاد استفاده می‌کنید، حالا مثلا فرض کنید که یه چیزی که یادمه رو بیارم، این کد خب مدل داینو هست که یه در واقع سلف سوپروایز ویژن ترانسفورمره که میشناسید احتمالاً، حالا بچه‌ای که هوش کار کردن. همونطور که میبینید توی یه ریپوزیتوری ما کلی کدهای مختلف داریم، در واقع ماژولار میتونه باشه، فولدرهای مختلف ممکنه داشته باشیم. اینجوری نیست که یه فایل کد باشه، خب یا مثلا یه دونه جوپیتر نوتبوک باشه. حالا ما اینو بخوایم بدیم به LLM، مثلا فرض کنید که میخواید این کد رو متوجه بشید، خب کل این ریپوزیتوری رو میخواید متوجه بشید، خب میخواید اینو بدید LLM و مثلا شروع کنید به سوال پرسیدن. چطور میتونید کار انجام بدید؟ آیا باید تک تک این فایل‌ها رو دانلود کنید و مثلا کپی کنید یا بندازید تو LLM دونه دونه، یا راه بهتری هم هست؟ یه راه بهتر هست، یه سایتی هست به نام Git Ingest که شما به دو طریق میتونید از این استفاده کنید. یه روش اینه که بیاید و این لینک گیت هاب اون ریپوزیتوری مد نظرتون رو اینجا پیست کنید. حالا اینجا میگه که فایل‌ها رو مثلا تا چه سایزی نگه دارم، من میگم حالا تهش رو میگیرم که کل ریپوزیتوری رو مطمئن بشم که داره و این اینجست رو میزنم. خب اینجا میاد چیکار میکنه؟ کل اون ریپوزیتوری رو اینجا برای شما در قالب یک فایل، در واقع یک فایل تکست کل اون ریپوزیتوری رو میاره. یعنی تمامی اون فایل‌ها الان اومده توی این یه دونه در واقع فایل. خب که همونطور که میبینید مثلا اسم فایل رو میاره، میگه فایل readme.md، مثلا محتواش اینه. این فایل نمیدونم مثلا میگه این فایل evalknn.py و محتواش اینه. خب یعنی تمامی اون فایلای اون ریپوزیتوریه رو میاره توی یه دونه فایل و این خوراک LLM. یعنی این شما این کپی رو که بزنی میتونی بیای توی جمینای پیستش کنی مثلا، حالا یا هر جای دیگه، و بعد سوالاتت ازش بپرسی. ببین الان کل اون ریپوزیتوری در قالب یک فایل تکسته. یا برای اینکه شسته رفته تر باشه این دانلود رو میتونی بزنی و به صورت یک فایل تکست برای شما ذخیره میکنه. نگاه کنید کل اون حالا چیزی که کپی کردیم توی یه فایل تکست که اون بالاش استراکچر ریپوزیتوری هم میاره، یعنی اینکه فولدر رو به چه صورت هم میاره که LLM بهتر متوجه بشه. خب این خیلی خفنه دیگه. یعنی به جای که بری تک تک این فایل رو دانلود کنی، کافیه که این فایل رو دانلود کنی، اینو بندازی تو LLM، ازش سوالاتی که داری بپرسی یا تغییراتی که می‌خوای بدی. اینجا هم که همون استراکچر رو به صورت جدا آورده. من به همین صورت ریپوزیتوری اون اپلیکیشنی که قبلا ساخته بودم رو دادم به Git Ingest. یه متد دیگه هم داره که اینو یادم رفت بهتون بگم. به جای که لینک اینو کپی کنی توی Git Ingest بندازی، میتونی بیا اینجا این لینک GitHub رو هابش رو برداری و به جاش اینجست بذاری. یعنی همون github.com فلان رو بکنی gitingest.com فلان، خودش اتوماتیک همونو برات میاره که خیلی خوبه. آره من اومدم اون ریپوزیتوری اپلیکیشنی که قبلا ساخته بودم رو به این صورت تبدیل به یه فایل کردم، دادم به جمینای و ازش خواستم که پرامپت های خوبی که مثلا با یه سری ویژگی مشخصی که بهش گفتم که باعث شه ما بتونیم این برنامه رو بسازیم رو بهم بده. و حالا شما فرض کنید که ما میخوایم یه اپلیکیشنی رو، یک محصول اولیه‌ای رو
با همدیگه میخوایم بسازیم و شروع میکنیم این پرامپت رو خودمون نوشتن. خب همه این چیزایی که توضیح دادم تقلب من بود برای اینکه این رو ایجاد کنم. خب شما اگر از اسکرچ از اول میخواید یه برنامه رو بسازید، احتمالاً اینها رو خودتون میشینید مینویسید یا با کمک LLM میشینید مینویسید بر اساس اون نیازهایی که دارید و اون چیزی که میخواید پیاده سازی بشه. خب حالا بریم توی اوپن کد. حالا من اومدم یه دونه فولدر جدید ساختم به نام اسلیپ ترکر و اینجا میخوایم اپلیکیشنمون رو ایجاد کنیم و اوپن کد رو صدا میزنم. باز هم من تاکید میکنم شما واقعا با پرامپت های خیلی ساده هم میتونید قدم به قدم اون چیزی که میخواید رو ایجاد کنید. اینکه یه همچین پرامپت ساختارمندی داشته باشی کمک میکنه که خب بهتر مفهومتو برسونی به اون ایجنت و طبیعتاً بهتر انجام بده. الان میام قدم اول رو کپی میکنم، از اینجا پرامپت شروع میشه. برای اینکه حالا خودمونم یه دیدی داشته باشیم، اومده گفته که میتونی یک سیمپل وب اپ، یک وب اپلیکیشن خیلی ساده برای ترک کردن خواب ایجاد کنی. من میخوام که هر وقت خواستم بخوابم و اون تایمی که بیدار میشم رو ثبت کنم بر اساس یک تاریخ مشخص، ببینید جزئیات رو نوشته، و سیوش کنم. فیچرهایی که میخوام داشته باشه، میخوام که یک دکمه داشته باشه که بتونم یه روز جدید رو ثبت کنم، یه فرمی که باش بتونم ساعت خواب، ساعت بیدار شدن و تاریخ رو ثبت کنم، یه هیستوری لیستی که تمام روزهای قبلم رو بهم نشون بده چطور بوده اوضاع. برای هر شب در هیستوری یک در واقع بار افقی داشته باشیم که 24 ساعت روز رو نشون بده، رنگامیزی شده که به من نشون بده که دقیقاً اون خواب من به چه صورت بوده. دقیقاً اون چیزی که ما نیاز داریم رو ببینید در قالب فیچرهایی که نیاز داریم گفتیم. و بعد اومدیم گفتیم که دیزاینش هم می‌خوایم اینجوری باشه، خیلی ترتمیز و مدرن و نمیدونم قشنگ مثل یه اپ مدرن آیفون. Use nice rounded corners and subtle shadows، از سایه‌های خیلی ظریف و چه میدونم دکمه‌های گرد گوشاش راندد باشه استفاده کن. و از اونجایی که ما نمیخوایم حالا از هیچ فریم ورکی استفاده کنیم، اینو میخوایم همین JS خالی باشه، حالا مثلا اینم اومدیم تو دیزاین گفتیم یوز سینگل استاندارد جاوا اسکریپت فایل، از یه فایل تکی جاوا اسکریپت استفاده کن بدون فریم ورک های پیچیده و بعد save data so it doesn't disappear when I refresh، و همچنین داده رو سیو کن که من وقتی ریفرش میکنم نپره داده. این میتونه یک آجر اولیه باشه که ما اینو برامون پیاده سازی کنه و بعد میریم سراغ قدم های بعدی و آپشنایی که میخوایم بهش اضافه کنیم. بنابراین شما میخواید یه برنامه از اول بسازید، میشینید یک همچین پرامپتی براش مینویسید بر اساس خواسته هاتون که دنبال چی هستید، فیچرها و ویژگی هایی که میخواید داشته باشه چیه، دیزاینش به چه صورت باشه، و این رو میریم توی اوپن کد. مدلم رو هم میذارم روی همون بیگ پیکل و اینجا پرامپتمون رو پیست میکنم. برای پیست کردنم حالا من توی لینوکس هم مثل همون ترمینال کنترل شیفت وی هست، توی ویندوز همون کنترل وی بتونید پیست کنید یا شاید هم راست کلیک کنید پیست داشته باشه توی نسخه دسکتاپ. خب اینو پیست کردم و بعد اینتر رو میزنم که خب همونطور که میبینید ایجنتمون رو همون بیلد گذاشتم چون میخوایم ایجاد کنیم دیگه، نمیخوایم حالا پلنینگ انجام بدیم و صحبت کنیم راجبش. خب تا الان حدود 8500 تا توکن استفاده کرده و داره فکر میکنه و انجام میده. همونطور که میبینید این تو دوایی که ساخته بود انجام داد. آخریش چی بوده؟ آخریش نوشته که open in browser to verify it works. در واقع توی یک براوزر باز کنه که مطمئن شه که در واقع کار میکنه. خب یعنی فایل رو ساخته و میخواد تستش کنه. حالا یه ذره توی این بحث به مشکل خورده بود، یه ذره رفت و برگشتش زیاد شد، ولی در نهایت به نظر اوکی شد و الان ساخته شد. یعنی یه مقدار بیش از حد طول کشید. جالب بود دیگه که مثلا توی این بخش آخری که میخواست باز کنه مرورگر رو و تست کنه که واقعا داره کار میکنه، توی این بخش هم حتی یعنی چقدر جالب بود که به مشکل میخورد خودش رفت میکرد و همه اینو تاکید بر اون ایجنتیک بودن است. ساخته شد. بریم خروجی کار رو با هم دیگه ببینیم. خیلی باحاله خیلی باحاله و شاید از خود اون یو آیش از یو آی مال خود من هم قشنگتره. مثلا حالا بزنیم HTTP تا مثلا 5 واقعا با یه پرامپت خیلی چیز قشنگی ساخته و کاری که ما خواستیم رو کاملا اجرا کرده و همون فیچرهایی که مد نظرمون بود رو داره که خب با این میشه حذفش کرد. خیلی خوب کارو در آورده. بریم برای استپ 2، برای قدم بعد که
اسلیپ کوالیتی کلکولیتور، یعنی امتیاز بده به کیفیت خواب. خب حالا من دیگه خیلی زمان نمیذارم روی این پرامپتی که داریم که خب نوشته یه اسکورینگ سیستم ایجاد کن از 100 امتیاز. اگه هولوش 8 بخوابم مثلا امتیاز بالایی باید بگه، اگه کم باشه مثلا 4 ساعت بخوابه و یا اینکه زیادی طولانی بخوابه امتیاز باید بیاد پایین. امتیاز همچنین باید به تایمینگ نگاه کنه، مثلا حدود 11 خوابیدن 7 پا شدن باید امتیاز خوبی بگیره، ولی مثلا 3 صبح بخوابی باید ضرر بده به امتیاز. و رنگ در واقع این بلاک های خواب رو بر اساس کیفیت خواب تغییر بده. سبز باشه اگر که خیلی خوب بوده، زرد نارنجی اگر که اوکی بوده و قرمز اگر که بد بوده. بار پریویوی هم وقتی که دارم زمانها رو انتخاب میکنم که یه روز جدید رو ثبت کنم و پایین نمایش بده. این رو به عنوان قدم دوم گذاشته. بریم و این پرامپت رو به عنوان قدم دوم بدیم و تغییرات مورد نیاز رو ایجاد کنیم. حالا برای یادآوری یه بار دیگه میگم این پرامپت که الان اینجا هست و تو این فایل من دارم ازش کپی میکنم، در واقعیت وقتی شما دارید یه پروژه رو از صفر میارید جلو، اینو طبیعتا خودتون میشید مینویسید. یعنی اون چیزی که مد نظرتون هست رو تو قدم اول کامل با جزئیات مینویسید. بعد خب یه سری ظرفا داره، یه سری چیزا میخواید اضافه کنید، یه سری چیزا میخواید حذف کنید، اون رو میاد دوباره در قالب یک پرامپت مینویسید. و یعنی این قدم هایی که اینجا تو این فایل اومده شبیه سازی فرآیندی است که احتمالاً شما برای ساخت محصول خودتون طی میکنید. خب این قدم هم به پایان رسید و انجام داد و توضیحاتش رو داده که مثلا چی کار کرده و به چه صورت محاسبه میکنه. نتیجه کار رو ببینیم. خب همونطور که میبینید الان دیگه رنگ هم داره، انتری که ثبت میشه مثلا از چه میدونم 11 شب بخوابه تا مثلا 5 AM امتیازی که میده 78. ولی همین مثلا اگه تا 8 AM بخوابه و همونطور که میبینید مثلا سبز رنگ تر میشه. ممکنه این فرمول الان خیلی خوب نباشه دیگه و مثلا شما فرض کنید خودتون بشینید یک فرمولی در بیارید که به نظرتون دقیق تره برای محاسبه کیفیت خواب، که یعنی هم بازه رو تو فرمول داشته باشید هم طول خواب رو. مثلا من خودم یه همچین کاری کردم دیگه، براش یک فرمول خوبی در آوردم و حالا از اون اوپن کد میتونید بخواید که در واقع تغییر بده فرمولی که خودش در نظر گرفته رو به مثلا فرمولی که شما مد نظر دارید، یا اینکه معیارهایی که دارید رو بگید و خودش بگید که یک فرمول ایجاد کنه. خب اینم قدم دوم، تغییرات مد نظر ایجاد کرد و تقویم هم داره. خیلی خوبه، میتونید ست کنید، تاریخ رو بزنید و سیو کنید. هیستوریاتون هم اینجا میاد. حالا بریم یه قدم دیگه هم با هم ببینیم. دیگه کل اینو فکر نمی‌کنم لازم باشه انجام بدیم. اینکه در واقع هابیت و روتین و مود مپینگ هم داشته باشه که یعنی شما بتونید هم مودتون رو ثبت کنید و یا یه سری هابیت هایی رو که مثلا میخواید هر روز انجام بدید. حالا من اینو یادم رفت توی اپ خودم بهتون نشون بدم. حالا بریم اینجا اعمالش کنیم. خب اینجا پیست میکنم و ببینیم که چه میکنه. خب این قدم رو هم انجام داد. نوشته که مود پیکر اضافه کرده که 6 تا ایموجی مختلف داره که میتونید اضافه کنید برای هر روز. روتین سیستم رو اضافه کرده. اینو حالا من یادم رفت توی اپ خودم بهتون بگم. ببینید به این صورتی که شما میتونید یه روتینا ایجاد کنید و اون روتینا رو تو هر روز ثبت کنید که انجام دادید یا نه. مثلا یه روتین جدید میسازید به نام مثلا ورزش و هر روز میتونید انتخاب کنید که اون ورزش رو انجام دادید یا مثلا ندادید. خب و میتونید روتینای مختلف ایجاد کنید و بریم حالا خروجیشو ببینیم. خب الان وقتی میخواید یه چیز جدید ایجاد کنید، همونطور که میبینید میتونی مودت رو هم انتخاب کنی و اینجا ثبت میشه. و همچنین میتونیم در واقع روتین ایجاد کنیم. مثلا روتین ایجاد میکنیم برای ورزش. خب ببین الان میتونی توی هر روز انتخاب کنی که آیا این ورکاوت رو انجام دادی یا ندادی، یا اینکه حالا یه چیز بینابینی مثلا انجام دادیم و سیو. ناکن ورکاوتت هم تیک خورده که انجام شده. اینا خیلی چیز خفنیه، به خصوص کسایی که سابقه برنامه‌نویسی و اینجور چیزا دارن و حالا به محصول اینا علاقه‌مندن. این که شما بتونی با یه پرامپت چیزی که تو ذهنت هست انقدر سریع پیاده سازی کنی و بتونی نمایشش بدی، اونم توی زمان کم. و خب الان داره ممکن میشه. کسی شاید فکرش رو نمی‌کرد که یک روزی یه همچین ابزارهایی به وجود بیاد.
خب به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. توی ویدیوی بعدی بحث اسکیل ها رو در حال این ایجنت ها با هم بررسی میکنیم و به خصوص در اوپن کد که اصلا اسکیل ها چی هستن، چطور کار میکنن، اسکیل خودمون رو ایجاد میکنیم و یک سری اسکیل های مفید رو با هم بررسی میکنیم که حسابی جا بیفته که این اسکیل ها چی هستن و چه کاری انجام میدن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. همه تلاش من اینه که هم خودم بیشتر یاد بگیرم، هم اینکه در حد توانم بتونم بیشتر یاد بدم که برای بقیه هم مفید باشه. لطفا نظرات صادقانه خودتون رو در کامنت ها بنویسید که به نظرتون این ویدیو خوب بوده یا نه، و همچنین پیشنهاداتی که برای ویدیوهای آینده دارید رو حتما خوشحال میشم که بشنوم. مراقب خودتون باشید. در پناه خدا. خدا نگهدار.